ققنوس مرغی افسانه است، بسیار خوشرنگ و خوش‌آواز. در داستان‌های ایرانی همچون دیگر روایات هندواروپایی مرغی نادر و تنهاست که او را جفتی نیست. در نتیجه از او زایشی نیز پدید نخواهد. ققنوس در کوه بلندی مقابل باد می نشیند و صداهای عجیبی از منقار او که 360 سوراخ دارد برمی‌آید و به همین دلیل پرندگان بسیاری نزدیک او می شوند و از میان آنها تعدادی را گرفته و طعمه خود می سازند. ققنوس 1000 سال زندگی می کند و در آن روز که عمرش به پایان می رسد توده‌ای بزرگ از هیزم فراهم کرده و با نشستن بر آن توده شروع به آواز خواندن و از آواز خود به وجد می آید و با برهم زدن بال و به یاری منقار خود آتشی می افروزد و با سوختن در آتش از وی تخمی پدیدار می شود و بدین سان ققنوسی دیگر زاده می شود. به تعبیری یعنی سوختن در رنج خویش و از خاکستر خود برآمدن و تولدی دیگر. شادروان محمد علی اسلامی مدوشم جمله زیبایی که چنین است: ایران نیز همچون آن مرغ شگفت و بی همتا بارها در آتش خود سوخته. ققنوس ایران پس از 4 دهه تکاپو از خاکستر خود برگشت و نور آزادی دوباره تابیدن گرفت. شیران ایران بی‌تابانه می‌خوردند. انقلاب ملی ما پیروز خواهد شد و قطار ایران دوباره بر روی ریل ترقی و تمدن قرار خواهد گرفت. خورشید حقیقت جان و جهان ایران را گرما خواهد بخشید و سیمرغ آزادی دگرباره در آسمان ایران